سلام میکنم خدمت شما. مهدی رشدی هستم از وبسایت آموزشی منطقه یونیتی و امروز در کانال یوتیوب این وبسایت بی‌نظیر با یک آموزش دیگه خدمت شما هستم. امروز میخوایم به یک موضوع خیلی مهم و اساسی که واقعا با استادهای داخل کشور به مشکل خوردن بپردازیم. خب این مشکل هم که از تایتل این قسمت فهمیدید ساختار گریدل هستش. یعنی گریدل چی کار میکنه با ما تا بتونیم یک بیلد راحت بگیریم، حتی اگر نسخه بهترین نسخه یونیتی هم نصبش کنید. این مشکل هست که آقا چطور اصلا میشه ما گریدل رو ست کنیم که دیگه مشکلش نخوریم. برای مثال مشکلاتی که خیلی هست همین هست که وقتی برای اندروید خروجی میگید همچین اروری میاد، یا برای مثال کامل شده به لحظه آخر چنین اروری میاد، یا برای مثال همچین خطاهایی رو داخل کنسول شما میبینید. حتی خطاش از این هم بیشتری، یعنی خطاهایی هستش که اصلا مثل این تصویر اصلا متوجه نمیشن که مشکل کجاست. خب میخوایم امروز اینا توضیحش بدیم که چطور آقای مشکل رفعش کنیم برای همیشه. و اینکه خب قبلش شروع صحبت و امیدوارم که کانال ما رو سابسکرایب کرده باشید و ما رو به دوستانتون معرفی کرده باشید. خب ببینید، وقتی شما یونیتی رو نصبش میکنید به صورت پیش‌ورز فقط این پلتفرم برای شما فعاله، یعنی PC، Mac and Linux Standalone، که خب خروجی مک، خروجی لینوکس هم PC و بهش مشکل میتونید خروجی بگیرید. اما خب وقتی که اندروید رو نصب میکنید فقط نصب کردنش کفایت نمیکنه. کاری که باید بکنید اینه که اول کار مطمئن باشید که NDK، SDK و JDK شما ست شده. حالا برای این کار که مطمئن بشید کجاست، این قسمت Edit Preference در قسمت External Tools. این قسمت میبینید که برای من هم مواردش رو پیدا کرده و بدون هیچ مشکلی داره کار میکنه. خیلی هستن که به صورت دستی میان این رو پیدا میکنن و بعد بهش مسیر میدن. کار اشتباهی نیست، اما من بهتون پیشنهاد میکنم در هر صورتی که شده برای یونیتی، حالا استودیو مهم نیست دستی بهش بدید، اما برای یونیتی حتما بذارید خودش قرار بده این مسیر رو، یعنی خودش بسازه اینجا، خودش بیا ست کنه و بعد شما استفاده کنه. حالا چطور اینها باید به صورت خودکار داخل یونیتی اد کنیم؟ داخل یونیتی هاب که میزنید در قسمت اینستالز نسخه هایی که نصب کرده باشید باید بالای 2018 باشه، یعنی 2018 اول نسخهش هست تا آخرین نسخه‌ای که 2020. یعنی اینجا قسمت به شما نشون میده که آخرین نسخهش این هستش. اما خب این رو هم بدونید که همیشه نسخه های LTS یا Long Term Support بهترین نسخه ها هستن که خود یونیتی داره پیشنهاد میده که آقا این نسخه رو دانلود کنید و واقعا مهمه. چرا؟ چون در واقع نسخه ها یک سری باگ هست که در اینجا خودش رفع کرد. خب چون که من داخل همه نسخه ها اومدم اندروید رو ریختم، این قسمت میبینید گزینه‌هاش رو، من اندروید ساپورت رو برای من نشون میده. حالا چطوری اد کنم؟ کافی روی نسخه‌ای که میخوام این قسمت 3 نقطه رو بزنم، اد ماژور رو بزنم و بعد اینجا میتونم براش بیام ویژوال استودیو کد، ویژوال استودیو رو نصبش کنم که خب بحث ما نیست. در قسمت پلتفرم میتونم هر نوع فایلی که میخوام رو بزنم تیکشتون نصب بشه. خب ما فعلا میخوایم اندروید کار کنیم. خب اندروید رو میزنم تیکش رو، حدود یک گیگ هستش و بعد این دو تا تیک رو هم بزنید که کامل بشه، یعنی واقعا میارزه و سایزش هم فکر کنم حدود 2.5 گیگ بود. این رو بزن و دان رو بزنید تا خودش نصب کنه. حالا برای مثال اگه من این کار از اول انجام بدم، اد رو میزنم، برای مثال نسخه این LTS رو میزنم و بعد این قسمت وقتی میخواد نصب بشه تیک این رو هم من میزنم به همین راحتی و خب کار میده بدون هیچ مشکلی و نصبش. فقط نکته که هست اینه که حتما باید از یک VPN استفاده کنید که مینیمم سرعتش 150 کیلوبایت بر ساعت باشه.
که گوگل اون رو شما به عنوان یک کانکشن استیبل بدونه و بتونید استفاده کنید. حالا برای دانلود میتونید استفاده کنید. وقتی که دانلود شد اینها اگه تیکش رو نزده تیکش رو بزنید تا خودش پیدا کنه مثل من مسیر رو، و بعد وقتی برای بار اول میخواید خروجی بگیرید تمام تنظیماتش رو ست کنید. یعنی این قسمت بیاین حالا در قسمت پابلیشینگ در قسمت آده این قسمت مینیمم و تارگت API رو مشخص کنید. میتونید اتوماتیک بذارید. اینجا میتونید پایین ترش رو که محل کیت هستش رو قرار بدید و بعد بذارید برای اول با بیلد بشه. حالا بیلد اولش شما میخواد گردی رو دانلود کنه و نصبش کنه، بازم VPN میخواد. یعنی برای بار اول VPN میخواد. اگر هم که نخواست چه بهتر. متغیر برای ISP من VPN میخواست. اون رو هم باید از سرعتش اطمینان داشته باشید که 150 کیلوبایت بر ساعت حداقل سرعت شما باشه که کانکشن استیبل باشه نظر گوگل. و بعد این رو بزنید دانلود. بار اول یکم طول میکشه، بین حدود 1 رو تا 20 دقیقه طول میکشه و بعد وقتی تموم شد ویدیو گرفت برای بار دوم و بارهای بعدی میتونید بدون هیچ مشکلی خروجی بگیرید و اینکه به همین راحتی میشه خروجی گرفت. بعضی اوقات هستش که شما خروجی میگیرید همه چی اوکی اما شما وارنینگ نشون میده. این وارنینگ ها چیز مهمی نیستن. یعنی من واقعا چیز مهمی نمیبینمشون. چرا؟ چون هیچ وقت مشکل بهشون نخوردم. و یا حتی میتونید با یک سرچ زدن داخل گوگل متن این وارنینگ رو ببینید که چطوری میشه رفعش کرد. و خب به همین راحتی میتونید گردی رو مشکلش رو رفع کنید و خروجی بگیرید. و اینکه تا به آخر صحبت رسیدیم. اگر پیشنهادی و یا انتقادی داشتید کافی از طریق مسیرهای ارتباطی زیر تصویر یا کامنت های همین ویدیو با ما در میون بذارید و ما سعی میکنیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن بهشون پاسخ بدیم. و اینکه امیدوارم که این قسمت مورد پسند شما واقع شده باشه و امیدوارم که لذت برده باشید. خیلی ممنون تا اینجا با من همراه بودید.